درود بر شما دوستان عزیزم و همراهان دوست داشتنی. من مهشید موسوی هستم و تو این ویدیو میخوام باهاتون در مورد مهاجرت صحبت کنم. از وقتی که من اینجا توی سوئد دارم زندگی میکنم تا به امروز افراد بیشماری ازم یه سوال تکراری رو پرسیدن و من هم با توجه به شناختی که از فرد مورد نظر داشتم سعی کردم یه اطلاعات کلی در مورد مهاجرت بهش بدم. ولی توی این کانال همونجوری که از قبل بهتون گفتم قصد دارم موضوع مهاجرت رو با جزئیات بیشتری براتون باز کنم از دیدگاه خودم، چون که همونجوری که میدونین هر آدمی با توجه به شخصیتش، با توجه به پیشینه خانوادگی، جوری که بزرگ شده، تصمیماتی که داره، موقعیتی که داره و داستان مهاجرت براش متفاوت هست. یه سری چیزا در مهاجرت کلی هست، مثل اینکه آدمی که مهاجرت میکنه، یعنی مهاجرت اختیاری کسی انجام میده، به این نتیجه میشه رسید که این آدم میتونه ریسک پذیر باشه. اون کسی که مهاجرت اجباری انجام میده داستانش فرق میکنه. مهاجرتی داریم که برای تحصیل هست واقعا، یا مهاجرت داریم برای اینکه فقط میخواد از ایران بره بیرون به بهانه تحصیل. مهاجرت هست برای پیشرفت کاری، یا فقط میخوایم از ایران بریم بیرون به بهانه کار و اقامت کاری بگیریم. یه آدمی مهاجرت اجباری انجام میده، واقعا توی کشورش جونش در خطره، یا اینکه یه آدمی میاد اینجا پناهندگی میده در صورتی که هیچ خطری تو کشورش تهدیدش نمیکنه. و و و و پس ما درسته ممکنه بگیم مهاجرت انواع مختلفی داره: پناهندگی، کاری، تحصیلی، سرمایه گذاری، پیوند خانواده، ولی هر کدوم از اونها هم جزئیات خودشو داره. تو این ویدیو من به این سوال قراره جواب بدم: آیا از مهاجرت راضی هستی؟ یا اینکه این سوال که خیلی هاتون ازم پرسیدین: مهاجرت خوبه؟ راضی هستی؟ از سوئد راضی هستی؟ و از این قبیل سوال ها ما میخوایم تو این ویدیو با هم بررسی کنیم و من اطلاعات شخصیم و نظرات شخصیم که به حقیقت نزدیک است رو بهتون بگم تا شما بتونین با توجه به شخصیت خودتون یه اطلاعات کلی از این که آیا آدم مهاجرت هستی یا نه، و یا اینکه آیا مهاجرت به کشور اروپایی مثل سوئد میتونه برات مفید باشه، آیا میتونی تو این کشور دووم بیاری، یا اینکه وقتی که اومدی اینجا به مهاجرت دوم فکر میکنی. خب بذارید من از اینجا شروع کنم. هر آدمی که وارد هر کشوری بشه برای زندگی، هر روز تجربیات جدیدی کسب میکنه و این دقیقا تو همه چیز هست، تو شغل، تو توی هر چیزی. تو مهاجرت هم استثنا نیست. یعنی اون چیزی که من روز اولی که وارد کشور سوئد شدم با 1 سال بعد از اینکه تو این کشور زندگی کردم، 2 سال بعد، الان که 7 سال گذشته از اون روز که وارد این کشور شدم، دیدگاه هم نسبت به سوئد یکسانه؟ مطمئنا نه. آیا من سال دوم مهاجرتم دقیقا مثل امروز فکر میکردم راجع به سوئد؟ مطمئنا نه. آیا من زمانی که اقامتم رو در دستم گرفتم و تحصیلاتم رو اینجا تموم کردم و شغل مورد علاقم رو گرفتم، با امروز نظرم راجع به کشور سوئد، اداراتش یک جوره؟ یا شایدم یه جوری دیگه بهتون بگم: قبل از این که من بخوام یه شرکت ثبت کنم با بعد از اون نسبت به قوانین سوئد نظر یکسانی دارم؟ باید بگم نه. پس هیچ وقت از هیچ آدمی که 1 سال اومده، 2 سال اومده، 5 سال اومده نپرسین که آیا راضی هستی یا نه.
جوابی نیست برای این سوال، یعنی جواب درستی برای این سوال نیست. من اینجوری میتونم بهتون بگم که اگر از یه نفری سوال کنیم آیا از ازدواج راضی هستی؟ بستگی داره اون نفر قبل از ازدواج چه شخصیتی داشته، بستگی داره الان فرد مورد نظر که داره باهاش زندگی میکنه چه شخصیتی داره. آیا زندگی اون به تنهایی استقلالی داشته، به تنهایی خوب بوده و با ازدواج محدودیتاش بیشتر شده یا آزادیاش بیشتر شده؟ ببینید خیلی سوال گسترده‌ایه و تقریبا همه شمایی که دارین این ویدیو رو میبینین توی رنج سنی هستین که حتی اگر ازدواج رسمی انجام نداده باشین، یه پارتنر، یه دوست پسر، یه رابطه طولانی یا ازدواج رو تجربه کردین و میتونین متوجه بشین که وقتی یه نفر ازتون میپرسه آیا از مهاجرت راضی هستی یا نه، نمیدونی چی باید بگی، چون هم خوبی داره هم بدی داره. نمیتونه آدم در یک کلمه، در یک جمله، حتی در یک مکالمه تلفنی ساده یا یه وایس اینو براتون توضیح بده. من اینجا میام براتون بازش میکنم. من تصمیم گرفتم که همین برنامه ویدیویی از مهاجرت راضی هستی یا نه رو به چند تا ویدیو تقسیم کنم که شما حوصله و کشش خودتون و اینترنت خودتون رو برای دیدن این ویدیوها بتونین تنظیم کنین و من در هر ویدیو یه قسمت های از آیا از مهاجرت راضی هستی میذارم، به این معنی که چجوری هست، قوانین چجوری هست، داستان به طور نرمال چجوری هست و شما از توی حرفای من خودتون رو بکشین بیرون. این مدلی میخوام بهتون اطلاعات بدم که من از اطلاعات کلی که وجود داره که من در موردش اطلاعات دارم رو میذارم. مثلا در مورد هوای سوئد چجوری هست، حالا شما خودتون میبینین که آیا با این مدل هوا کنار میاین یا نه. در مورد دلتنگی و وابستگی صحبت میکنیم که مثلا من چجوری هستم و کلن چجوری هست. شما خودتون رو از توی اون صحبتایی که من میکنم و اون اطلاعاتی که من دارم به شما کلی میدم خودتون رو میکشین بیرون که آیا با توجه به این پوانای مثبت و با توجه به این پوانای منفی و با توجه به شخصیت خودم و سابقه‌ای که خودم دارم و خانواده‌ام، اگه خانوادگی میخوام برم مسافرت و اینکه فرزندانم اگر دارم با فرزندانم میرم تو چه رنج سنی هستن، رشته و خیلی از چیزهای دیگه، شما خودتون رو از لابلای این حرفا میکشین بیرون و به یه نتیجه گیری کلی میرسین و با توجه به این نتیجه گیری که کردین حالا سعی میکنین که تصمیم بگیرین که این کشور یک کشور مشابه یا اینکه کلا اصلا مهاجرت کنین یا آدمی هستین که فکر میکنین مهاجرت براتون مناسب نیست. من سعی میکنم که توی این رشته ویدیوها در مورد چیزایی صحبت کنم که شاید شما از زبون ایرانیای دیگه تا الان نشنیده باشین، چون همیشه یه اطلاعات کلی آدم‌ها از همدیگه دارن ولی ممکن هست اون چیزی که شما تو صفحات مجازی میبینین یا با تلفن‌هایی که از راه دور میزنین خیلی متفاوت باشن و پروسه مهاجرت برای افراد مختلف تو سنین مختلف و با توجه به شرایطی که دارن خب مسلماً مشابه نیست، ولی پروسه مهاجرت یه سری مزایا و یه سری معایب کلی رو قطعاً داره و یه سری چیزها هست که ما نمیتونیم انکارش کنیم و به همین دلیل هست که شما یه سری چیزها رو که تا الان دوست داشتین بشنوین میشنیدین و یه سری چیزها رو سعی میکردین که نشنوین، یا اینکه یه سری از آدم ها هستن که از این طریق پول در میارن. مثلا یه سری آدم ها اینجا میان کمک میکنن، مشاوره میدن که چجوری ویزای سوئد بگیری، چجوری پذیرش بگیری، چجوری. خب اینا دارن پولشون رو از طریق شمایی که میایین سوئد به دست میارن. شاید الان شما اگه بخواید برین یه کشور دیگه مثل استرالیا، مثل کانادا، اینا نتونن اون میزان پولو در بیارن، پس بهتره که دعوتتون کنن به سوئد و یا آیا سوئد کشور مناسب شما هست، آیا اون چیزی که شما در نظر دارین
بعد از چند سال خراب نمیشه؟ آیا اون کسی که وارد سوئد شده با کسی که 2 سال از مهاجرتش گذشته یا 7 سال گذشته یا 14 سال گذشته نظرش نسبت به سوئد یکیه، یا اگه برگرده از اول و چند تا آلترناتیو داشته باشه آیا دوباره سوئد رو انتخاب میکنه؟ مثلا برای مثال اینجوری میخوام براتون مثال بزنم که اگر من خیلی از خانواده ها و یا عزیزان دوستان میشناسم که در زمانی که میخواستن بیان کشور سوئد پناهندگی بدن یا کشور سوئد درخواست اقامت کاری بدن یا کشور سوئد از طریق تحصیلی وارد بشن، چند تا گزینه داشتن، میتونستن همزمان این کار توی سوئد انجام بدن، کانادا انجام بدن، آلمان یا استرالیا. و الان پشیمونن که چرا من این کار تو کانادا انجام ندادم مثلا، یا پشیمونن که چرا من این کار تو آلمان انجام ندادم یا تو استرالیا. میخوام این آلترناتیوهایی که شما دارین رو ببینین و یه مقایسه کلی از لحاظ اینکه این کشور چه چیزایی داره و شما خب مسلما اگه کشورهای دیگه دارین که آلترناتیوتون هست در مورد اونها هم تحقیقاتی بکنین و حالا بیاین سبک سنگین کنین. اما اگر هیچ راهی ندارین جز این که به کشور سوئد، کشور ایتالیا، به کشور فرانسه، نمیدونم هر کشوری، کانادا، هر کشوری که ویزا دارین وارد بشین، اوکی من آدم آلترناتیوش همین بوده. ولی بعضی از موارد هست که نه، شما میتونین وارد یک کشوری بشین ولی میتونین بعد از اینکه قانون دوبلین رو پشت سر گذاشتین برین توی کشور بعدی تقاضای فرض میکنیم پناهندگی بدین که در مورد اونها هم صحبت میکنیم. ولی در این ویدیو به صورت کلی میخوام بگم منی که 7 سال اینجا، بالای 7 سال اینجا زندگی کردم، چون 7 سالم الان دیگه آگوستی تموم شده، منی که الان 7 سال اینجا زندگی کردم و اینکه من یه آدمی نبودم که توی خونه بشینم و ببینم آره اینجا فقط خوبیش اینه که آدم آزادی داره، روسری نمیذاره یا مثلا به عنوان یه زن حمایت داره. آیا واقعا همینایی که شنیدیم هست؟ آیا الان منی که اومدم اینجا شرایطم از لحاظ آزادی، حمایت زن یا به عنوان مادر سرپرست همونی هست که شماها تو ایران میشنوین؟ یا اینکه من میتونم یه حقایقی رو به شما بگم که شما متوجه بشین که این چیزی هم که دارن میگن مثلا آواز دهل از دور خوش است، یا اینکه نه واقعا یه مزایایی داره. پس من اینا رو به صورت حقیقت به شما میگم بدون اغراق و خواهش میکنم ازتون به استثناها کار نداشته باشین. اگه یه نفری وارد سوئد شده و ظرف یه هفته اول رفته توی یه شرکت بسیار بزرگی مثل ولوو استخدام شده، این شامل حال همه نمیشه. اگر یه آدمی وارد سوئد شده و توی 2 ماه اول یه پارتنر خوب پیدا کرده و باهاش الان داره سالها خوشبخت از پشت صفحه اینستاگرام داره نگاه میکنه که داره زندگی میکنه، این شامل حال همه نمیشه. شرایط پیدا کردن پارتنر چی هست، شرایط پیدا کردن یه رابطه خوب، ازدواج چی هست، اینا همش خیلی مهمه. شما تو چه سنی هستین که وارد سوئد میشین؟ شما الان دارین به مرحله ددلاین ازدواجتون نزدیک میشین به عنوان زن و یا حتی مرد، یا اینکه خیلی وقت دارین برای اینکه بتونین هر رابطه‌ای رو تجربه کنین و ازدواج کنین برای بچه دار شدن یا غیر از اون. خیلی از این چیزا هست که مهمه. و یا اینکه اگر من برای شما دونه دونه داستان‌های مهاجرت رو بگم، آیا شما همچنان پروسه اقامت تحصیلی رو انتخاب میکنین به کشور سوئد یا کاری رو یا پناهندگی رو، شادم ازدواجی رو؟ آیا شما همچنان همون ایده‌ای رو دارین که قبل از دیدن این ویدیو داشتین؟ من فکر میکنم که یه ذره واقع بینانه تر به پروسه مهاجرتتون فکر میکنین اگر تا الان دوست داشتین که مهاجرت کنین. پس با ما باشین. منم سعی میکنم تیکه تیکه این ویدیوها رو ضبط کنم و به صورت یه رشته سریالی، ویدیوهای سریالی براتون بذارم که شما هر زمانی که فرصت کردین یه دونه از اینا رو نگاه کنین و منم هر زمانی که فرصت کردم بتونم یه دونه از این ویدیوها رو براتون آپلود کنم و خوشحال میشم که بتونم براتون مفید باشم. خب دوستان و همراهان عزیز، خیلی متشکرم که تا الان وقت گذاشتین و به حرفای من گوش دادین.
امیدوارم که یه اطلاعات کلی رو بهتون تونسته باشم داده باشم و به این سوالی که تو ذهن خیلیاتون هست که مهاجرت بکنم یا نکنم، یا اینکه به کدوم کشور مهاجرت کنم بهتره، یا آیا چه راهی رو برای مهاجرت کردن در پیش بگیرم، یه ذره بیشتر به جوابش نزدیک شده باشیم. و امیدوارم که تو ویدیوهای بعدی جواب اون سوالایی رو که الان داره تو ذهنتون میچرخه یا اینکه اصلا بهش فکر نکرده باشین هم بتونم اطلاعاتی راجبش بهتون ارائه بدم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که روزگار خوب و عالی داشته باشین.